جابر در مجلس نمایندگان پیرامون اجرای بودجه دولتی در 9 ماه سال 2021 محکمه پارلمانی دایر شده است. بنا به اطلاع صدای مردم، نشریه رسمی مجلس پایانی پارلمان تاجیکستان نمایندگان پالات حساب و اگنتی مبارزه با کروپسیا به وکیلان پارلمان گفتند که کارمندان این دو نهاد نظارتی امسال در مجموع به مبلغ 447 میلیون سومانی ضرر رسانیده شده به دولت را آشکار کردند. رئیس پالات حساب کرخان چلزاده گفت کارمندانش در 9 ماه سال جاری 236 چاره‌بینی اودیتوری گذرانیده ضرر مالیوی را به مبلغ 148 میلیون سومانی معین نمودند که نسبت به همین دوره سال قبلا 15.1 میلیون سومانی زیاد است. برای برطرف نمودن کمبودی و نورسایی‌های آشکار گردیده چاره‌های مشخص اندیشیده شده ضرر مالیوی به مبلغ 137.6 میلیون سومانی از جمله به بودجه 69.5 میلیون سومانی، به کارخانه‌ها 40.4 میلیون سومانی و توسط مقامات‌های حفظ حقوق 27.6 میلیون سومانی برقرار کرده شد، گفت کرخان چلزاده. معاون رئیس اگنتی مبارزه با کروپسیا سلیمان طلبکزاده گفت امسال کارمندان این اگنتی 741 تفتیش و سنجش گذرانیده به مبلغ 299.2 میلیون سومانی ضرر مالیوی را آشکار نمودند. از مبلغ‌های آشکار کرده شده خراجات غیر قانونی پولی و مالی 13.8 میلیون سومانی، کم‌آمد و تصرف 28.9، اضافه نویسی در کارهای تعمیر و ساختمان 91.8 میلیون، ضرر از فروش و اجاره اموال دولتی 1.2 میلیون، تلف واسطه‌های پولی و مالی 128.6 میلیون و مبلغ کم حساب شده و روی پوش گردیده انداز و پرداخت‌های حتمی دولتی 34.9 میلیون سومانی را تشکیل می‌دهد. توسط چاره‌های اندیشیده شده 78.1 میلیون سومانی به بودجه دولت و 135 میلیون سومانی به تشکیلات و مؤسسه‌ها جمع 71.2% مبلغ‌های آشکار شده ضرر برقرار گردیده. جهت رویاندن مبلغ‌های باقی مانده 86.1 میلیون سومانی تدبیرهای علاوگی اندیشیده ایستاده، گفته سلیمان طلبکزاده. رئیس کمیته اقتصاد و مالیه مجلس نمایندگان فیض‌الله مشرف قربانعلی ذکر کرد که طی 9 ماه سال جاری نقشه قسم درآمد بودجه دولت 104.8% تامین گردیده به بودجه دولت 20.7 میلیارد سومانی مبلغ وارد شده است. او اینچنین ذکر کرد که واردات مبلغ‌های نسبت به نقشه پیش بینی شده 950.8 میلیون سومانی زیاد بوده، از آن 552.1 میلیون سومانی از حساب پرداخت‌های اندازی و گمرکی، 120.9 میلیون سومانی از حساب پرداخت‌های حتمی، جریمه‌های سودی، ضرر مالیوی برقرار شده و دیگر مبلغ‌ها 277.8 میلیون سومانی از حساب از خودکنی مبلغ‌ها در دایره تطبیق لایحه دولتی سرمایه‌گذاری تامین گردیده است. سردار خدمات گمرک نزد حکومت جمهوری تاجیکستان خورشید کریمزاده ابراز داشت که طی 9 ماه سال 2021 نقشه پرداخت‌های گمرکی 4 میلیارد و 413.7 میلیون سومانی پیش بینی گردیده بود، ولی آنها توانستند به بودجه دولت 4 میلیارد و 900.7 میلیون سومانی وارد کنند. نوابسته به ادامه یافتن بحران مالیوی اقتصادی که از پنجشنبه بیماری کرونا ویروس و وضع ناگوار سیاسی در منطقه و جهان منشأ گرفته است، اینچنین افزایش پیشنهاد امتیازهای اندازی و گمرکی خدمات گمرک توانست اجرای نقشه پرداخت‌های گمرکی را در 9 ماه سپری شده بر زیاد تامین نماید، گفت خورشید کریمزاده. معاون رئیس کمیته انداز نزد حکومت جمهوری تاجیکستان کبوتالله ملیکزاده ذکر نمود که در 9 ماه سال روان نقشه اندازها و دیگر پرداخت‌های حتمی 100.7% تامین گردیده به جای 9 میلیارد و 990.7 میلیون سومانی به بودجه دولت 10 میلیارد و 55.7 میلیون سومانی وارد کرده شد، ولی نقشه ریاست انداز اندازسپارندگان کلان اساساً از حساب شرکت الومینی توجیک، شرکت توجیک تلکام و شرکت‌های موبیلی تامین نگردید. تامین نشدن نقشه انداز از ارزش علاوه شده به ناکفایه بودن منبع‌های اندازبندی در شرکت‌های موبیلی وابسته به سال از سال کاهش یافتن حجم خدمت رسانی‌های تلفیقی آوازی بین المللی
و بعضی از کارخانه‌های کلان صنعتی که باعث کمبود و افزایش نیافتن مبلغ‌های حساب و پرداخت شده اندازها گردیده ایستاده است وابسته میباشد، گفت معاون رئیس کمیته انداز.